مزمور 1. راه پارسایان و راه شریران. خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در محفل تمسخرگران ننشیند، بلکه رغبتش در شریعت خداوند باشد و شبانه روز در شریعت او تأمل کند. او بسان درختی است نشانده بر کناره جویبار که میوه خویش در موسمش آرد به بار و برگش نیز پژمرده نشود و در هر آنچه کند کام یابد. لیکن چون این نیستند شریران، بلکه همچو کاهند که دست باد میراندشان. پس شریران را در داوری تاب ایستادن نیست و نه گنهکاران را در جمع پارسایان، زیرا خداوند راه پارسایان را میپاید، اما طریق شریران به نابودی